اینجا تاجیک با پشتون برتری نداره، پشتون با ازبک برتری نداره و دیگه اقوام و امثالهم. برتری ما شما الله سبحانه و تعالی بسیار خوبتر و بیشتر تعریف کرده که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهتر شما آنهایی هستند که تقوادار باشد، تقوا داشته باشد. پس بیایید که دست را با هم بتیم و به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی، به خاطر بهبود وضعیت فعلی کشور ما کار کنیم، شب و روز تلاش کنیم تا بتوانیم که یک کشور آباد را داشته باشیم، تا بکی به دیگران محتاج باشیم. خارجی ها و مردم بیگانگان هم به ما شما آشکار و معلوم شد که کشور ما را هیچ کس بری ما جور نمیکنه. به نام دموکراسی و به نامهای مختلف با کشور ما یورش برده بودند، اما بجای اقتصاد، بجای پیشبرد، به صدها هزار جوانان ما را شهید کردند، معدنهای ما را چور و چپاول کردند، زیرساختهای ما شما را تخریب کردند و بعضی آبادی را که در شهرها میبینیم این هم از برکت همین ملت است که مردم به پول شخصی خود یک بیلدینگ و تعمیر و یک چیز را جور کرد.